سلام علیکم، خیلی چاکریم. بنده آقای ماسک هستم. خوش اومدین به این ویدیو. میخوام از بازی سابوی سارفر اصلا میخوام از این بازی یه گیم پلی بزنم و یه معرفی باشه. میخوام بهتون بگم چیکار میخوام بکنم تو این بازی و با آقای ماسک قراره چی بگذاره تو این بازی. با هم یه دونه جایزمون رو باید کنیم. من از قبلش یکم بازی کردم و 22580 تا کوین جمع کردم و الان 200 دیگه هم بهمون داد که با همون 200 شد 22580. و بهمون جایزه میده، دیلی ریوارد هست، جایزه های روزانه و بیه همه میدونن دیگه. اینم تصویرم هم بذارم اینجا، یه ذره بزرگ کردن دستم خدا میذارم. های اسکورم یعنی بالاترین امتیازم 20433 هستش. کافرانم 658. من این بخشا رو نمیدونم، زیاد آشنا نیستم، ولی میخوام بهتون بگم که چی کار میخوایم بکنیم و که من با حال هوای بازی جدیدن آشنا میشیم. قبلا ما بازی میکردیم وقتی کودک بودیم ده 80 یا و همه تجربهش کردن ده 80 یا. خدمت عرض کنم با هم دیگه میخوام فقط ویدیو این اسمش چی میشه، کاراکترهاشون براتون بذارم. هر ویدیو مناسبه، یعنی برای اختصاص میدم به یه دونه از کاراکترهای بازی و اینجوری ویدیو میسازم از این بازی. خیلی هم پیش با افتاده هستیه و توی بازی یه سری کاراکتر بازی رو که میتونیم به دست بریم. مثلا این اگه اون جعبه ها رو بگیریم، تو جعبه ها کلاه مثلا هست. کلاه ها همین شخصیت سیلکی هستش که 3 تا کلاه باید جمع کنیم، از 3 تا 2 تا جمع کردیم. یوتانی هستش 500 تا باید این جمع کنیم و اینا هم با کیت ها میتونیم اینا رو به دست بریم. اینا هم که جدید اومده، لوسی مثلا جدید اومده، با 7000 تا کوین میتونیم به دستش بیاریم. این هم گیتارها رو باید جمع میکردیم اگه یادتون باشه و این هم 12000 تا باید بریم. یادم قبلا کوین جمع کردن یکم سخت بود و من یادم اینم به دست آورده بودم، اینم داشتم، اینو نمیدونم یادم نیست دقیقا. از زیاد اینو تو کودکی بازی نکردم، اینم شده برام آورده که الان این بازی رو بکنم. خب این ویدیو زیاد طولی نمیکشه و توی 5 دقیقه فقط یه ویدیو معمولی میذارم و از اپیزود بعدی این پلیلیست شروع میکنم دیگه. کارمو شروع کردم. حالا با همین جیک اسمش بوده، ما حتی اسمش هم نمیشیم تو کودکی. جیک میدیم با این لباسش یه دستی دو دست بازی میکنیم. خدمتتون عرض کنم من تو این کانال از بازی های موبایلی ویدیو میذارم. کانالم رو دنبال کنید اگه دوست داشتید. اگه دوست داشتید لایک کنید، اگه دوست نداشتید نکنید، اگه دوست داشتید کامنت بذارید، اگه دوست نداشتید نذارید، اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. پا به میل خودتون باشه، هر کاری دلتون میخواد تو این کانال میل خودتون. و من هیچ پلتفرم دیگه ندارم جز یه لپتاپی که الان تو سال 1403 الان که نه سال 1403 قیمت 12 میلیون بود و یه لپتاپ خیلی پیشی با افتادم هستی که این دستی با برای ادامه هم وقتی میبازی ازتون میتونه کلیپ بگیره و شما بازی رو ادامه بدید. خدمت اسکورمون شد 5000 تا و سال 40 تا کوین به دست بردیم.
پوینت 22,720 و همینطور گیم پلی ضبط میکنم و برنامه اینه که 10 تا بازی رو نشون بدم و با دکتر ماس این بازی ها رو تجربه کنید، ویدیوهاشون رو نگاه کنید. و اسمم هم که گفتم از ابتدای ویدیو، من آقای ماس هستم، تازه به یوتیوب اومدم و دارم کارامو شروع میکنم. اگه شروع کنم یه سری ویدیوی معرفی باشم. اینم معرفی این بازی بود. بازی رو ما از طرف بزرگترها ما با سکه خور میشناسیم. اگه یادتون باشه یا یادتون هست یه چی گفتم، ما بازی رو با سکه خور میشناسیم، یعنی بزرگترها میشناسن چون اسم مناسبی ندارن دیگه، ولی اسم بازی سابوی سارسر بود. سکه خور قطاری بهش میگفتم، قطاری بچه ها بهشون قطاری. و من تو این ویدیو همینطوری گیم پلی ضبط میکنم. گیم پلی یعنی پلی لیست گرین لیست ساشه رو هم از دست ندید. اینجا گیم پلی همه بازی ها، همه مسائلی که انجام بدم و میذارم و با هم دیگه توی جدول ردبندی پیش میریم و نظام هاور بورد گرفتیم و اینجا 12,000 تا اسکورمون شد. و خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. خدا نگهدار.